دادستان منطقه کلاب به ضد دو مأمور پلیس در ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق وکالتداران اپراتیوی شعبه کافتوکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را به آن متهم می‌کنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لط و کوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماه دکبر سال 2017 این دو مأمور میلیسا را بازداشت کردند و بررسی قضیه را دادستان منطقه کلاب بر اساس ماده شکنجه ادامه می‌دهد. پس از باز شدن پرونده جنایی، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هر دو کارمند را از صف میلیسا خارج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیوی آزادی گفت هر دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و بعد بازداشت آن جوان را تا بیهوش شدن لط و کوب کردند. خویشاوندان این جوان و نزدیکان کارمندان میلیسا از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه ساله ده‌ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه‌ای می شود، ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کل تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها را تفتیش کرده است، ولی در اکثر آنها به گفته مقامات آثار شکنجه مشاهده نشد. سال 2012 تاجیکستان بندی را با نام شکنجه در کدکس جنایی وارد کرد. بر اساس این بند شکنجه تنها در حالت اعتراف می شود که مقامات تفتیشاتی با راه لط و کوب از بازداشت شده درباره صادر کردن جنایت معلومات بگیرند. در صورت تصدیق چنین حالت این بند کدکس جنایی از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیلان دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه و سختی دست می‌دهد، چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارد تا گم شدن آثار لط و کوب وکیلان دفاع و خویش و تبار بازداشت شده را به دیداربینی او راه ندهند.